سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نشست سخت هواپیما با مسافران تاجیک در فرودگاه ایرکوتسک. 3 فرزند ما را زنده یتیم نکنید. نامه همسر ژورنالیست زندانی دلیر امامعلی به پرزیدنت امامعلی رحمان. بازداشت یک دانشجوی تاجیک در روسیه با اتهام تیاری به عمل تروریستی. مهاجر تاجیک در روسیه به دادن رشوه به پلیس ایبدار می شود. نقشه دعوت به ارتش تاجیکستان در ماه اکتبر 70% اجرا شده است. رهبر الف بانک عوض شد و اکنون تفصیلات خبرها. روز 2 نوامبر سال 2022 هنگام فرود آمدن در فرودگاه شهر ایرکوتسک روسیه، چرخ هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی تمغه ایروبوس A320 از کار برآمد و پیلوت‌ها با یک عذاب توانستند که هواپیما را بشینانند. در این هواپیما 89 نفر، 6 عضو اکیپاژ و 83 مسافر از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به ایرکوتسک می آمدند. خوشبختانه با وجود نشست مشکل کسی از مسافران و اعضای اکیپاژ آسیب ندیده است. در اینترنت ویدیوی لحظه چگونه نشست این هواپیما نشر شده است. ثبت ویدیو کامراهای نظارتی فرودگاه ایرکوتسک در تلگرام کانال سلیوا ایرکوتسک نشر شد. در این ثبت دیده می شود که برابر به زمین رسیدن هواپیما از شاسی آن دود به هوا برمیخیزد، ولی پیلوت‌ها برای خود ادامه داده در آخر توانستند که هواپیما را بدون چرخ‌های شاسی در خط نشست و خیز فرودگاه رست کنند. در شرکت اورالسکی اویالینی این حادثه را به کار نکردن سیستم پنوماتیکی شاسی ها ربط دادند. قضیه را دادستان‌های نقلیاتی منطقه‌های اورال و سیبیر شرقی تحقیق کرده ایستادند. قبلا گزارش شده بود که چرخ‌های هواپیما هنگام نشستن کفیدند. گفته می شود که یک باره 4 چرخ هواپیما کفیده است، ولی در دادستانی نقلیاتی منطقه سیبیر شرقی گفتند که مشکل در خراب شدن شاسی های پنوماتیکی بوده است. بنا به گزارش‌ها در پی این حادثه فرودگاه ایرکوتسک یک مدت قبول هواپیماها را بازداشت است. فعالیت کامل فرودگاه تنها بعد از خط نشست و خیز آن به کنار کشیدن هواپیمای صدمه دیده از سر گرفته شد. عبدالله قربانوف، یکی از مؤسسان و رهبران الف بانک، روز 1 نوامبر سال 2022 در فیسبوکش خبر داد که رهبر این بانک عوض شده است. با قرار شورای ناظران گلنار اتابک رئیس نو الف بانک تعیین شده است. عبدالله قربانوف به گلنار اتابک در مقام رئیس بانک آرزوی موفقیت کرد و نوشت که سبب این تصمیم این بود که رهبران قبلی این مؤسسه مولوی فردوس میرزای و ظهورشاه رحمت الله بیش از 1 سال باز بیشتر وقت خود را به گسترش فعالیت‌های بانک در عرصه بین المللی و گشودن این بانک در کشورهای دیگر روانه کرده بودند و از جمله خود او از اول سال 2022 با آموزش تکنولوژی بلاکچین مشغول بوده. با تیم‌های خرد از الف لوحیه را در این سمت شروع کرده است. از جمله الف بانک چندی پیش در ازبکستان همسایه هم به کار سر کرد. عبدالله قربانوف نوشته است آید به واگذار کردن رهبری الف بانک به گلنار اتابک، دلیر کریمو و دلاور امانوف ما هنوز در اول سال خلاصه کرده بودیم و از همان دوره این روند را آغاز نمودیم. در 9 ماه گذشته به نتیجه ها و رکوردهای نظررس نویل گشتیم. نسبت به همین دوره سال گذشته پرداخت‌ها با الف مابی 2.9 مرتبه، انتقال مبلغ‌ها 3.8 مرتبه، میزاجان کارپراتیویمون 3 مرتبه زیاد شدند. نتیجه های مالیویمون باز هم بهتر شدند. باز هم مهمتر در سمت صفت خدمت رسانی و ساختن نظام مستحکم دسته نو رهبران واقعا تندم خوب برآ ماندند. اساسگذار الف افزود این کامیابی ها نشان داد که بانک برای تغییر رهبریتش آماده است و همچنین دوام منطقی این روند روز 1 نوامبر شورای ناظران گلنار اتابک را رئیس نو این مؤسسه مالیه انتخاب کرد. الف یکی از کامیابترین استارتاپ ها در عرصه بیزنس تاجیکستان دانسته می شود. این مؤسسه مالیوی سال 2014 همچون تشکیلات خرد قرضی و با همگی 3 کارگر به فعالیت آغاز کرد. حالا در این بانک در تاجیکستان و ازبکستان بیش از 800 نفر کار میکنند. سال گذشته نشریه فینتک فینانس نیوز ارزش الف بانک را در بازار $100 میلیون برآورد کرده بود.
همسر دلیر امامعلی یکی از روزنامه‌نگاران و بلاگ‌نویس زندانی توجیک که ماه اکتبر با حکم سود نویه شومنصور 10 سال روان زندان شد، با ارسال یک مکتوب از امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است برای آزاد کردن شوهرش از محبس مساعدت کند. این مکتوب که با امضای همسر دلیر امامعلی به عنوان امامعلی رحمان نگاشته شده و امروز 2 نوامبر نسخه آن به دست از پلیس رسید و بعضی از جزئیات پرونده این روزنامه‌نگار زندانی را بازگشایی می‌کند. در آن گفته می‌شود که دلیر امامعلی هرگز به صاحبکاری غیر قانونی مشغول نبود و با شدن پرونده به صاحبکاری غیر قانونی اساس واقعی ندارد. او همچون صاحبکار خود را در ناظرات انداز شهر ایسار به قید گرفته بود. ذکر کرده است همسر دلیر امامعلی. او گفته شوهرش از اول تا آخر فعالیت بلاگری قریب $8300 امریکایی درآمد به دست آورده. شبکه یوتیوب از حساب درآمد او همه اندازها را به دولت ثبت نام شده یعنی امریکا پرداخت کرده است. با وجود این شوهرم آماده بود که از حساب این درآمد قانونی خود به بودجه جمهوری تاجیکستان انداز از درآمد و انداز اجتماعی را پرداخت نماید. گفته است این زن وی افزوده شوهر ژورنالیست و عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بوده دلسوزانه نسبت به کمبودی و قانون ویرانکنی‌های در جامعه جای داشته گزارش‌ها و برنامه‌ها تهیه می‌کرد. همسر دلیر امامعلی به طور مشخص از برنامه تهیه کرده این روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس از حکومت نویه شومنصور یادآور شده گفته است که در آن هیچ گونه تهمت نسبت به مقامات مرکزی یا حکومت دولتی جای نداشته. ماهیتاً تنقید ابجکتیوی فعالیت روزمره مقامات نویه شومنصور میباشد. او در ادامه از ماده 30 کنستیتوسیون تاجیکستان و ماده 3 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار عامه یادآور شده است که یکم حقوق شخص را برای آزادانه جستجو، دسترس و پند نمودن اخبار، اظهار عقیده و دوم آزاد بودن مطبوعات دوری و دیگر و در تاجیکستان فعالیت داد و پند نمودن اخبار، اظهار عقیده و دومی آزاد بودن مطبوعات دوری و دیگر و در تاجیکستان کفالت داده است. نامبرده گفته است برنامه‌ها و فیلمنامه‌های تهیه کرده شوهرش در کینوفستیوال‌های بین المللی صاحب 23 افتخارنامه و گرامت گردیده برای افزودن آبروی و اعتبار جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت نمودند. وی همچنین از خصلت‌های دلیر در جای کارش یادآوری شده گفته است که آنها گواه انسان ایجادکار، وطن دوست، طرفدار سیاست امامعلی رحمان و انسان خوب بودن او میباشند. او از اجزای ماده 307 قسم 3 کودکس جنایتی که طبق آن شخص در صورت اختیاراً از اشتراک در حزب‌های ممنوع در کشور دست کشند از جوابگری آزاد کرده میشوند یادآور شده گفته است که این معیار نسبت دلیر امامعلی تطبیق نگردیده است. او گفته است آنها صاحب 3 فرزند خردسالند. به یگان اساس زنده یتیم کردن این نابالغان بر ذمه اشخاص می باشد که میخواهند غیر قانونی و کورکورانه او را به جوابگری کشیده با همین آبروی اعتبار تاجیکستان را همچون دولت دنیوی حقوق بنیاد دموکراتی و جانبدار آزادی‌های سخن در عرصه بین المللی خلل‌دار سازند. همسر دلیر امامعلی در آخر از امامعلی رحمان خواهش کرده است که در اساس قانون جهت از جوابگری رها نمودن شوهرش مساعدت کند. در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشکردستان روسیه 2 دانشجوی خارجی 18 ساله را با اتهام آمادگی به انجام حمله‌های تروریستی در راه‌های آهن این کشور دستگیر کردند. یکی از دستگیر شده ها فراخجان زاکروف از تاجیکستان بوده در تکنیکوم اویاسیونی اوفا تحصیل کرده است. دومی امین صادقوف از آذربایجان و دانشجوی کالج طبی اوفا بوده است. رنتوی با تکیه به منبع خود و مواد پرونده خبر داد که این 2 دانشجو در ناحیه‌های کالینین و سویت پایتخت باشکردستان و همچنین در ناحیه اوفا عمل می‌کردند و از جمله روز 19 اکتبر یک نقطه پیوسته شوی روی آهن در پریگون چرنیگوفکا سپارتیونایا روز 24 اکتبر یک پوزگاه و شکاف شبکه برق را در پریگون‌های چرنیگوفکا شاکشا و اوفا چرنیگوفکا و روز 25 اکتبر نقطه اداره شبکه و 4 شکاف را در پریگون دیما بلوک پست آتش زدند. بر اساس مواد پرونده اشون این 2 جوان را روز 27 اکتبر در ناحیه سویت شهر اوفا وقتی دستگیر کردند که می‌خواستند پوزگاه پرویا بیلایا در قطعه راه آهن کوی بشف را آتش بزنند.
خود این دو جوان و نزدیکان و ادوکات‌هایشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی تلگرام کانال شاد خبر داده است که دستگیر شدگان گویا گفتند که با سیاست روسیه روزی نبوده و می‌خواستند با عملهای خود مردم را بترسانند. نسبت به این دو دانشجو بر اساس قسم 2 ماده 205 کودکس جنایی روسیه با اتهام تیاری به حمله تروریستی پرونده جنایی گشودند. به آنها تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. وزارت مدافع تاجیکستان روز 2 نوامبر سال 2022 خبر داد که در یک ماه اول دعوت تیرمایی به صف قوه‌های مسلح جمهوری، یعنی در ماه اکتبر، نقشه دعوت علیه 70% اجرا شده است. لازم به ذکر است که در مقایسه با دعوت‌های قبلی در جریان این دعوت تیرمایی، حداقل در طول ماه اکتبر شکایت‌ها از ابله و یعنی زورن در کوچه و بازارها داشتن و برتش بردن جوانان سن و سال دعوتی تقریبا به گوش نمی‌رسند. پلکونیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان گفت ریاست تشکیل و سفربری ستاد گنرالی قوه‌های مسلح تا 70% تامین شدن اجرای نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح در یک ماه اول این چاره‌بینی مهم سیاسی خوب و نظر است ارزیابی می‌نماید. زیرا طبق اطلاع مسئولین برای تشکیل و راه‌اندازی نمودن دعوت و گسیل شهروندان جنس مرد از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی اگرچه 2 ماه پیش بینی گردیده باشد هم، لیکن نتیجه فعالیت نظررس بسیاری از کمیسی‌های دولتی دعوت در شهر و ناحیه‌های مملکت امکان داد که اجرای نقشه پیش از مهلت و در سطح بلند در دوام یک ماه به 70% برابر کرده شود، نوشته است پلکونیک محمدعلی زاده. از میان منطقه‌های تاجیکستان ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه در یک روز اول دعوت تیرمایی یعنی 1 اکتبر از اجرای نقشه گزارش داده بود. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابله یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده‌شان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که با این تجربه ابله که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند. مجله دیپلماتیک ورلد چاپ بروسل که هر 3 ماه یک مرتبه به زبان انگلیسی نشر می شود، در شماره 69 چند مقاله را به تاجیکستان بخشیده، از جمله در 6 صفحه‌اش مصاحبه شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان رستم امامعلی را درباره دستاورد و پیشرفت‌های پایتخت تاجیکستان و اهمیت راه‌اندازی همکاری‌های بین پارلمانی به تب رسانیده است. همچنین در این شماره مجله دیپلماتیک ورلد مقاله کمال‌الدین مومنزاد معاون رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان پیرامون امکانات‌های رشد استوار رشته سیاحی در کشور و چند مطلب درباره تشبس‌های تاجیکستان بخشیده به 10 ساله آب نشر شدند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان که 19 دکمبر سال جاری به سن 35 میرسد، از ماه ینور سال 2017 اینک قریب 6 سال باز رئیس شهر دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهر این جمهوری است. همزمان از ماه اپریل سال 2020 او رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان است و طبق قانون اساسی با کسب این مقام بعد پدرش رهبر دوم جمهوری دانسته می شود. رستم امامعلی را وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می شمارند، ولی نقشه انتقال قدرت از پدر به پسر در تاجیکستان که زمینه قانونیش هنوز سال 2016 با پایین آوردن سن حد اقل نامزدی به پرزیدنتی از 35 به 30 گذاشته شده بود. اینک چند دفعه باز به سبب‌های گوناگون به قفا انداخته می شود. پدر او امامعلی رحمان از 16 نوامبر سال 1992 اینک قریب 30 سال باز رهبری تاجیکستان، یکی از کشورهای سابق شوروی در منطقه آسیای مرکزی با 10 میلیون اهالی را در دست دارد. امامعلی رحمان 5 اکتبر سال جاری به سن 70 رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره باز یک حادثه ناخوش مرگ‌آور هنگام ایزومچینی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، شام 1 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:40 یک ساکن 17 ساله پنجکین به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری پایش لغزیده به دریای زرافشان افتاده است. نجات بخشان شعبه حالت‌های فوق‌العاده
وادی زرافشان شام 1 نوامبر به عملیات جستجویی سر کردند، ولی با رسیدن تاریکی جستجو را قطع کردند. جستجوی نورس غرق شده صبح 2 نوامبر از سر گرفته شد. تفصیلات دیگر این حادثه هنوز دسترس نیست. کمیته حالتهای فوق‌العاده می‌نویسد روزهای آخر چندین مرتبه ساکنان را از بد شدن آب و هوا هشدار دادند و خواسته بودند تا در این روزها بخصوص در منطقه‌های کوهستان از رفتن به هیزمچینی، شکار یا چرانیدن چاروا خودداری کنند و به ویژه کودکان را به این کارها جلب نکنند. ولی با اظهار تأسف می‌افزاید این نهاد نه همه شهروندان به این هشدارها گوش می‌دهند که چنین فارغ‌بالی در نهایت به فاجعه می‌آورد. کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر به ساکنان مناطق کوهستان و دامنکو مراجعت کرده از آنها خواسته است که هنگام چرانیدن چاروا، هیزمچینی و یا شکار هوشیار باشند و به قدر امکان تا پایان هفته روان از این کارها خودداری کنند. کمیته به خصوص به این کار جلب کردن نابالغان را خطرناک نامیده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده قبلا با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داده بود که دست کم تا 2 نوامبر سال 2022 هوا در تاجیکستان نامساعد شده، در وادی‌ها باران و در کوه‌ها برف‌تر می‌بارد. در شهر اپاتاتی ولایت مورمانسک در شمال روسیه یک کارمند پلیس از 15,000 روبل پولی که یک مهاجر تاجیک همچون رشوه پیشنهاد کرده بود دست کشیده است. این مهاجر را که در مرکز سودای مای تخم ماهی میفروخت روز 3 آگوست سال 2022 در جریان یک رید برای تجارت غیر قانونی دستگیر کردند و او خواسته است به پلیس یگان سوم داده خود را خلاص کند. حالا به وی همچون جزا تا 1.5 میلیون روبل جریمه و یا تا 8 سال حکم زندان تهدید میکند. ریاست تفتیشات ولایت مورمانسک روز 2 نوامبر سال 2022 خبر داد که شعبه تفتیشات شهر اپاتیت تفتیش پیشکی پرونده جنایتی یک شهروند تاجیکستان سال تولدش 1984 را که بر اساس قسم 3 ماده 291 کودکس جنایتی روسیه به کوشش دادن پاره به منصبدار دولتی ایبدار می شود انجام داده، این پرونده را به دادگاه سپرده است. خود مهاجر تاجیک که از زمان شروع پروندهش اینک 3 ماه باز در بازداشت قرار دارد برای شرح قضیه دسترس نیست. الینا الکساندرونا یاور رهبر ریاست تفتیشات ولایت مورمانسک گفت در جریان تفتیش پیشکی این مرد زاده تاجیکستان از دادن بیانات دست کشیده است، ولی تفتیشات برای اثبات عیبنامه دلیل‌های کافی جمع آورده است. بنا به فرضیه تفتیشات روز 3 آگوست این مهاجر تاجیک در نزد فروشگاه مای شهر اپاتیت به فروش محصولات ماهی از جمله تخم ماهی مشغول بود. الینا الکساندرونا میگوید در رفت تفتیش از جانب کارمندان شعبه امنیت اقتصادی و مقابله با کروپس پلیس اپاتیت ایبدار شونده 15,000 روبل پول نقد را به صفت رشوه در درون دفتر کارمند پلیس مانده است. در عوض این مکافات غیر قانونی او میخواست که کارمندان پلیس نسبت به وی برای غیر قانونی و بدون اسناد لازم فروختن محصولات ماهی و تخم لساس یگان چاره ناندیشند و اما کارمند پلیس از گرفتن رشوه دست کشیده مفتش را به جای حادثه دعوت کرده است. آنها پولهای به کارمند پلیس پیشنهاد کرده مهاجر تاجیک را مصادره کرده و نسبت به وی پرونده جنایتی گشودند. بر اساس قسم 3 ماده 291 کودکس جنایتی روسیه به این مرد تاجیک همچون جزا جریمه به مبلغ تا 1.5 میلیون روبل و یا حتی تا 8 سال حکم زندان تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کالای داخلی تاجیکستان روز 2 نوامبر سال 2022 از بازداشت یک جوان در ناحیه جیهون با اتهام دزدی اسکوتر خبر داد. بنا به اطلاع میلیسیا به شعبه وزارت کالای داخلی ناحیه جیهون با عریضه زن 49 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده خبر داده است که شب 27 و 28 اکتبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد اسکوتر را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 5,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. عاید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. دزدی یکی از جنایت‌های اصم رایج در تاجیکستان به شمار رفته تقریباً چهارک تمام جنایت‌های در کشور صادر شده را تشکیل می‌دهد. ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی همچون جزا یا جریمه به اندازه از 500 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها و یا حکم زندان به مدت از چند ماه تا 12 سال را پیش بینی می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان
و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.